زهرت دور رفت است از برم خواب و پیچ تو باشم مثل سیماب زیر افزن بینگرم گاهی به مهتاب خیال میکند آخر مرا برایم تنگ باشد منزل من کسی را دوست می دارد دل من برایم تنگ باشد منزل من کسی را دوست می دارد دل من و تنهایی نشینم من به شبها کنم گر روی دفتر سطر اینشا تو گویی از سری کم همانا شراره می شود دوست پیدا برایم تنگ باشد منزل من کسی رو دوست می دارد دل من برایم تنگ باشد منزل من کسی رو دوست می دارد دل کسی عاشق بود من را شناسد دل آزرده‌ام گاهی نوازد ولی از چیست ناید دلبری من مگر از آتشی عشقم پراسد برایم تنگ باشد منزل من کسی رو دوست می دارد دل من برایم تنگ باشد منزل من کسی رو دوست می دارد دل من کسی رو دوست می دارد دل من کسی رو دوست می دارد دل با بیننده فرهنگ دوستدار تلویزیون سفینه از استودیوی برنامه فضا
درود و سلام میگویم گروه ایجادی. امیدوارم که خاندانتان پر از نور و روشنایی باشد. عزیزان دل، برنامه فضا است مهمان خاندان شما و ترانه نخستین را در برنامه فضا از جانب هنرمند خلقی تاجیکستان استاد امرالدین کبیر شنیدیم که من ایشان را سپاسی به پایان میگویم برای دعوت ما را پذیرفتند و با اهل هنرمندان خوش آمدید میگویم برای آنکه که با ما همکاری میکنید، در برنامه‌های ما اشتراک میکنید و با اشتراکتان به برنامه‌های ما زینت میبخشید. استاد خیلی باز شد که با هم صحبت نکردیم. بله. سلامت باشید. من شادم از دیدار شما. ما هم بسیار شادیم. سلامت باشید. تشکر. امیدوارم بیننده عزیز ما نیز شاد است که در این شام زیبای زندگی هنرمند دوست داشته‌شان را در برنامه فضا میبینند و سروده‌هایش را با طور زنده میشنوند. سلامت باشید. شما نیز امکان دارد که به دوستانتان، به عزیزانتان، به مخلصانتان، به هموطنان نهایت عزتمندمان سلام پیام برسانید. اولا من مینداری شخصا خودم و اهل نوازنده هایی که همراه ما اینجا همراهی کرده ایستادند، با تلویزیون سفینه و علل خصوص با برنامه فضا که در بین مردم خیلی شهرتیار شده است و سرودهای تر و تازه ایجاد کرده هنرمندان را به طریق زنده و همه مردم شریف تاجیکستان میرسانند، سپاسگزاری میکنم. و دیوم اینکه برای این مردم شریف، برای این سرزمین نازنین، برای این سرزمین بی‌اشتاسا همه وقت بردباری ها میخواهم و بگذار که آسمان صاف و زندگی شایسته نصیب این مردم گشته باشد و پیشوای معظم ملت در این فضایی که ایجاد کرده است برای این مردم، پیشنهاد کرده است برای این مردم، همه وقت سایبان سر انمی مردم باشد. سلامت باشید. بزرگ میگوید که هنر آموز کس هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. خب همین مصرع ها را استاد شما چگونه تصویر میکنید و بزرگی هنر را شما چگونه برای نسل جوان و برای تماشاگر ما ابراز میدارید؟ هنر در فضای امروز و پیش از این هم یک کسب هست که انسان اون نفر هیچ وقت در زندگی خار شدن نمیماند. بله درست. هر کسی که هنر دارد در همه جا بالاگذر است، در همه جا صاحب کار است، صاحب مال است، صاحب آبرو است. به همین خاطر بزرگان زیاد گفتند و من تمنا دارم که هر یک فرد تاجیک هنردوستار باشد، هنردوستار باشد، هنرمند باشد و محتاج دیگران نباشد. خب سالیان زیاد است استاد روی صحنه هستید، هنرنمایی میکنید و بزرگی هنر را میدانم که احترام دارید. هنر سرایندگی، هنر نوازندگی، عموما صنعت بزرگ ملت تاجیک برای شما چی هدیه کرد در زمان چند سالی که روی صحنه هستید؟ اگر من حاضر از سر نو تولید شوم، انا می کسب انتخاب میکنم. انتخاب میکنید؟ بله. این هنر همه چیز برای من داد، هم زندگی و هم جا و پا، هم خوشبختی و هم احترام و احترام تمام مردم و همه چیز این هنر برای من داد. چون که از روزی که این اسباب در دستم هست و برای مردم، چی در صحنه های کلان، چی در معرکه های مردم، چی در صحنه های خرد هنرنمایی کرده ایستادم، کوشش میکنم که یک سخن والای برای این مردم سرایده باشم که همین سخن راهنمای همین مردم باشد. بله بله بله. اصلا رسالت هنرمند همین است که باید در جمعیت پیشرو باشد، باید مردم از او یک چیز از گفته وی، از سروده وی یک چیز مردم باید عبرت بگیرند. بله بیاموزند. یک چیزی نوی باید بشنوند. هر یک برآمده که مثلا می شود، من کوشش میکنم که اقلا یک چیزی تازه، یک چیزی نوی برای مردم پیشنهاد کنم که اگر مقبول دلی این مردم بگردد، من سرم در آسمان است و خیلی خوشبخت خودم حس میکنم. سلامت باشید. و تا جای مثلا من به ترانه های شما توجه میکنم، به سراییدن شما توجه میکنم، دوست میدارد که از کلاسیکان سرود سرایی کنید، دوست میدارد که یک معنی بسرایید. از کی آموختید؟ استاد داشتم شادروان محمد خوجه توره، و در بین مردم در معرکه های مردم سرودخوانی میکرد. اصلا به ادبیات، به کلاسیکا از همون روزهای اول از سین خردسالی همون آدم من هدایت کرد به کلاسیکا من پیوست کرد
و هر یک غزلی که مثلا به من سپارش میداد که انا می چیزا معنی و اول میگفت، همون معنی هم سرود میگفت که انا همین خیلی معنی داره، همین انا می چیزا سرایدن در کار. و اونقدر ذوق بلندی من داشتم که حتی در واخوری یکم من حافظ میشم گفته در بالای دوچرخه مسافه خانه ما مسافه خانه استاد 1 کیلومتر راه بود. در همین 1 کیلومتر من 16 مصرع همون غزلی عبید زاکانی را ترکی سرمستم که ساغر میگرفت، عالم در شور و در شر میگرفت، عکس خورشید جمالش در جهان شعله میزد، 7 کشور میگرفت. باور کنید در بالای دوچرخه این همش از همون ذوق بلند است. وقتی که انسان با یک کار فرق ندارد کدام کسبی که نباشد، وقتی صدقاً و اجرا میکنی، صدقاً و دوست میداری، در زندگی خواهی نخواهی موفق میشه. بله. خب استاد، همین مصرعی که اینجا قرائت کردید نخستین ترانه‌ای که سراییدید پیش استادتون همین بود؟ بله. و رشته آهنگ در آوردید؟ این من در فضای مکتب اول در نزد شادروان شادی نظرعلیوف وقتی در مکتب و معلم سرود بود در نزد و مشق میکردم نواختن. بعد یکمین سرودی من وقتی در صحنه مکتب همون معلم شادروان همون شادی نظرعلی من تیار کرده، در نمیدونم در یک چهاربینی در مکتب شد. بالا پرد کشا بیا کبوتر من، نشین به تار بام ما کبوتر من، بیا که سیله میکنم بالا پرد را، بیا بیا که میبرن تو را به هر جا. این سخن به شاعر علی باباجان تعلق دارد. یکمین سروده که در همون صحنه مکتب من سراییدم انمین پرواز یعنی کبوتر بود که شکرانه امروز در فضای آزاد تاجیکستان همین کبوتر پرواز دارد و برای مردم صلح آفریده است. بله. خب تشکر. و استاد سرود نخستینی که خواندید بسیار سرود زیبا بود. این سرود را شما چگونه آهنگ بندی کردید؟ مال کی بود؟ زیاده از 30 سال میشد که من همین سرود می سرایم. این به قلم اشوق سفر تعلق دارد. بسیار شاعری زبردستی بود. بسیار محفل‌آرا بود و بسیار یک سبکی خوب و عجایبی داشت که پسندی هر یک گفته او پسندی تماشابینان میگردد. زیاده از 30 سال میشود که من با انمون تشبوسی انمون همین استادم محمد خوجا توصیه دادگی بود که جوان هستی، در بین جوانا امروز مردم طلب میکنن همین چیزای همین عشق و عاشقی و عشق پاک هم مثلا بین خیلی خوب ترنم کرده است. اشعار توانسته است که در همین چند مصرع ما قرائت کردیم قدر عشق زیبا را بسیار در سطح ترنم کرده است. و انمون با یاری انم استادم همین آهنگم پیدا شد و زیاده از 30 سال میشد که من همین چیزا حفظ کردم میسرایم. بله. کنون ببینید استادین انمون شعری والا که هست، آهنگی خوب که هست کهنه نمیشود. هر زمان که بشنود شنونده راحت میکند. سلامت باشید. انم چیزای کلاسیکو هم انمین غزلایی که مثلا از کلاسیکا، از حافظ و از بیدیل و از جامی و از دیگر مثلا ما برای مردم میخوانیم، اینا همش در سطح عالی نوشته شده هستند و همه گپی اصلی که در روزگار امروزه و فردای ما لازم است در اونجا بیان شدگی است. این چیزا کهنه نمیشن، این چیزا همه روزه در روزگار هر روزه ما در کارند. خب استاد به ترانه دوم رو میشنویم در برنامه، بعدا صحبت میکنیم. دریا منم دنیا پر از آب است، عاشق تویی عاشق منم دیده به خواب است، عاشق تویی عاشق منم دیده به خواب است.
دریا می نماید قلبم از بیرون نبزم مثالی نبزی ساعت می تپد موزون دریا توی دریا منم دنیا پر از آب است عاشق توی عاشق منم دیده به خواب است عاشق توی عاشق منم دیده به خواب است صبح گربان مرا تا قطره آخی تا شبنم از شب باده ها دم کشم چون شیر عشق تو از هر بندی من امشب بود ظاهر دریا توی دریا منم دنیا پر از آب است عاشق توی عاشق منم دیده به خواب است عاشق توی عاشق منم دیده به خواب است دیده به خواب است دیده به خواب واقعا اگر عاشق کی باشی دیگر چشمها خواب را نمیبیند. همین گونه است. عاشق زندگی، بله، عاشق بله. هنر، عاشق جانانه و امیدوار هستم که استاد امرالدین کبیر نیز عاشق هستند در زندگی، عاشق بله، به صنعت، عشق عاشق زندگی. خوشبختی ها. به عشق زندگی وجود نداره. هر یک انسان در زندگی باید عاشق شود و یک چیزی باید عاشق باشد، چی به طبیعت است، چی به زندگی است. هست، چی به هنر است، چی به دیگر چیزهایی که در زندگی وجود دارند. یعنی حق انسانی هست. البته. حق انسانی است که هر یک انسان باید عاشق باشد. خب میگفتید که ساز موسیقی رو از کجا است بر کرده استاد؟ چون گفته در مکتب میانه کم کم استاد شادروان به شما میآموختن، بله. ولی تا این درجه کسبیت نواختن من گمان میکنم باز کسی دیگر هم به شما کمک کرده است. اصلا یک واقعه بود که وقتی که یکمین مرتبه من انمی میزراب در دستم 3 ماه انتظار کشیدم که کی برای من اسباب میخرن، یک رباب میخرن. یک تاجری بود در همون دهه ما، تاشکند رفت و آمد داشت، از اونجا میرفت در 17 همون روبل همون روسی میخرید، همین اسباب میآورد 23 سوم در بالاش همون 6 سوم مونده میفروخت. خلاصه همین من برادرم شادروان صلاح‌الدین سببگار شد و در خانه ما رباب پیدا شد. وقتی که اون کار میرفت همون آویزون میکرد، منم میگفت که نرسی همین ربابا، من میگفتم نه نمیرسم. او که کار میرفت من در دنبال همون از خلطه همون رباب، یک خلطه دوختگی دادم برای رباب، از همون میگرفتم و تا همین 10 تا کم 5 ساعت 5 وای از کار برمیگشت، تا همون 10 تا کم 5 مش میکردم با در همون جا خیلی که بود همون میبستم کشال میکردم می اومد همین سخن یک اولش همین بود، اسباب نرسیدیم؟ میگفتم نه نرسیدم. همین خیلی چند وقتا چندین ماها همین خداموزی کردم، دستم شیشت. بعد در مکتب همون شادروان و شادی نظرعلی خدا راست ما نشان میداد که انم بچم انا خیر انا خیر، همین چیزا را نشان میداد که میزرا با ایش قبیله نرکو، ربا با ایش قبیله نرکو، این خیلی نواختن نرکو، همه طرزهای همین نواختن همین اسباب نشان میداد.
وقتی شد که امروز در خانه سرجم همون اکوی کلونی کم می نواخت، کم خوب نواختن نمیتوانست. وقتی اسباب گیری نواخت گفتم من تیمان نوازم. بعد من گفتم خوب نواختم، از وای خوب. گفت که از جود گرفتی. من گفتم بعد قایل شدم که هر وقت هم کار میرفتی من هم رو بابا میگفتم فقط با همین سرگردان بودم. بعد گفت نباشد امروز دستی تو خیلی کشاده شده است، همین رباب پاک و پهیل از خودت گفت. سلامت. و تا امروز همین رباب با در دستی ما است با همین. بعد این چقدر یک شعر، همه این غزلیات، این شعرهایی که ایجاد میشوند اینا در این معرکه‌ها سوخته میشوند. از سبب بسیار خواندن همین شعر با همین اسباب، با همین آهنگ و روز به روز سوخته میشود، اصل جای اصلی خودش بعد میگیرد همون چیز. بله. برای همین از بسیار نواختن است. اکنون 50 سال میشود که من در دست رباب دارم. سلامت باشید. خب در آهنگ ساختن کمک میکند؟ بله، شکرانه که این همین نوازنده هایی که امروز ما را همراهی دارند، اینا بسیار یک انسمبل بسیار پرقوتی در ولایت ما هستند که در همه چاره‌بینی ها اینا در صف پیشند. همین معرکه ها رو اینا زیپ و زینت میتیند. اگر کمبودیایی داشته باش اینا اصلاح میکنند. خلاصه تا همون درجه‌ای که همین پخته تیار میشه و در یک قالب معین جا میگیرد. بله. یاردم اینا هست که ما امروز آهنگ ایجاد میکنیم، یک چیز تیار میکنیم که کوشش میکنیم که پسندی مردم باشه. آفرین استاد، سلامت باشین. خب در مورد سرود دوم هم یک کمک برای ما اطلاع میدادید که این سخنهای شادروان، شاعر زبردستی تاجیک، شاعری که موضوع سخنی بلند، بسیار بلند، مقام بلند داشت. این با قلم بازار صابر تعلق دارد. این شادروان این چیز هم خیلی سال میشد که در همین ایجادیات من جای داره. خواستم همین چیزا به مردم پیشکش نمایم که بسیار خوب بود. مردم بشنوند. باز در اونجا هم‌آوازی من همین بانوای زیبا که در همین انسمبل شش مقام ما امروز کار و فعالیت دارند در همه چهاره‌بینی‌های ولایت، در همه تشکیل‌هایی که در ولایت در جمهوری گذرانده می‌شود. حتما اینا سرودخوانی میکنن. بله. حجان مثلا بسیار حافظ زبردست است، بسیار حافظی است که فقط از شش مقام می‌سراید. اگه سرودهای شوخ میخونه و اصل این آدم همین شش مقام است. سلامت باشین. تشکر زیاد استاد. و بگویید که ترانه سوم چی نام دارد؟ ترانه سوم به قلم محمد علی عجمی، شادروان محمد علی عجمی تعلق دارد. اینم در باره عشق است. امروز ما فقط از شام عاشقانه. سلامت باشید. گریزان از همه دنیا و دیداری تو می آید. ندارم سیم زر اما و بازاری تو می آید. همه ذوقم، همه شوقم، همه رازم، همه نازم. اگر دنیا دیگر گردد همان یاری تو می آید.
اسرار نمیدونم چه تکرار نمیدونم چه اسرار نمیدونم چه تکرار نمیدونم همه یوبم رها از خود گرفتاری تو می آید گریزون از همه دنیا بدی داری تو می آید در این دنیای سردرگم امیدی نیست از مردم در این دنیای سردرگم امیدی نیست از مردم منی سرگشت آخر بر سری داری تو می آید منی سرگشت آخر بر سری داری تو می آید گریزون از همه دنیا بدی داری تو می آید سپاسهای فراوان استاد برای پیشنهاد زنده باشید. ترانه عالی بودن. سلامت باشید. خب برای رشد تاجیکستان بیشت آسا برای پیشرفت نسل جوان کشور چی اندیشه داره، چی کار باید کنه، چگونه وطن را دوست بداره؟ همه موفقیت های این مردم انشالله که در پیش است. تاجیکستان در کدام ساحه‌ای که امروز دست نزنیم یا نبینیم بسیار در سطح عالی رشد و ترقی کرده است. نوآوری ها در همه منطقه های تاجیکستان امروز بسیار با صفت بلند و خوب و زود بنیاد شده ایستادند. دیگرگونی ها نوآوری ها در تاجیکستان زیاد شده است که همین کس میبینه در حیرت میمونه و امید است که این ملت با این ننگ ناموس و با این زحمت هایی که مردم امروز چی در دهات چی در شهر و چی در منطقه های تاجیکستان صدقاً کشیده ایستادن انشاءالله که هیچ وقت اینا خاری را نمیبینن و یک زندگی خوب پرسعادت در پیش انتظار است. بله. همه این البته با شرافت و دستگیری های پیشوای معظم ملت است که بله. هر فرد در این جهان مقام دارد. مقام و منزلتی پیشوای معظم همین است که تاجیک در تمام دنیا امروز میشناسند. بله. معرفگر پیشوای معظم ملت های بله. در همه ساحه ها و ان شاء الله که یک زندگی خوب نصیب مردم شریف تاجیکستان ان شاء الله گشته است و میگردد. زندگی باز خوب روز بر روز خوبتر می شود. آسمانی صاف باشد و همین دسترخوانی پر از ناز و نعمت و مهنت حلال. بله. تنتنه سرود موسیقی. تنتنه سرود موسیقی. سلامت باشین. تشکر. ترانه چهارم که در برنامه ما اجرا میکنید این ترانه با قلم کی است؟ این ترانه چگونه آماده شده است؟ اصلا میگویند که آتشی که زود علنگه میگیرد تیز خاموش میشود. بله. دوره‌ای که غایب سفرزاده در صحن ادبیات آمد باور کنید
همین ادبیات اون دوره در یک انمی آبی که آرام جاری می شود انا همون خیل بود. وقتی که سر کرد از مومی قناعت، غایب سفرزاده، لایق شیرعلی، گل رخسار، مستان شیرعلی، شاه مظفر یادگاری و دیگر یک زمره همین شاعرایی که از همه منطقه های تاجیکستان در ادبیات وارد شدن، در تاجیکستان یک جوش و خروش پیدا شد. بله. در شعر معاصر تاجیک یک نوآوری پیدا شد که ذوق از شخصا خودم هر وقتی که همین به شهر می برآمدم حتما همون مغازه کتاب می در آمدم و یک کتاب همین قلم‌ها یا شاعری که نو پیدا شدن اونا رو حتما خریداری میکردم. یک سرود برای بینندگان و برای تماشابینان برنامه فضا، برای مخلصان، برای مردم شریف تاجیکستان یک سرود از ایجادیات همین غایب سفرزاده میخوام پیشنهاد کنم. بسیار خوب میشود. خب بیننده های عزیز، سرودی که الحال استاد امرالدین کبیر پیشنهاد میسازد با قلم غایب سفرزاده در وصف مادران بزرگوار است. بله. و این سرود هدیه میکنیم همراهی استاد، همراهی دسته هنری در این شام زیبا برای مادرانی که همین حالا ما را تماشا دارند و برای کل مردم تاجیکستان. در انجام برای شما زندگی پر از محبت را تمنا میکنیم. خاندانتان پر از گندم باشد. تا دیدار نوبتی عزیزان، سرود را یک جای میشنویم. شد از پایداریش بزرگ، چشمش شد از بیقراریش بزرگ، کوه شد از پایداریش بزرگ، چشمش شد از بیقراریش بزرگ، از درخش و از حرارت آفتاب بهر شد از بیکناریش بزرگ، از درخش و از حرارت آفتاب بهر شد از بیکناریش بزرگ. پاکیزگی و راستی عاشق از امیدواریش بزرگ، عشق از پاکیزگی و راستی عاشق از امیدواریش بزرگ، شد سر گهواره فرزند خود، مادر از شب زنده داریش بزرگ، شد سر گهواره فرزند خود، مادر از شب زنده داریش بزرگ، مادر از شب زنده داریش بزرگ، مادر از شب زنده داریش بزرگ.